سال نوتون مبارک باشه. این سال تغییرات و تحولات بزرگی حتما رقم خواهد خورد. سال 1399 آغاز پایان تهدید نابودگر نظام کورپوریشن ایرانی است و این احتمال به طور قطع وجود دارد که پایانی تاریخی به این نظام سلطه داده بشود. آدمی و این بشریت از برهه‌های مختلف تاریخی گذشته است. ما وقتی ورق میزنیم تاریخ گذشته رو با بیماری‌های همه‌گیر مختلفی روبرو میشیم، از مرگ سیاه و طاعونی که در قرن 14 جهان را در نوردید و نصف بیشتری از جمعیت این کره زمین رو نابود کرد و سیر تحولاتی که به دنبال آن آمد و همچنین اپیدمی های مختلفی که در قرن گذشته، در قرن 20 و با آغازش چیزی به نام آنفولانزای اسپانیایی ما شاهد مرگ 100 میلیون از انسان‌های کره زمین بودیم. ببینید، آنچه که امروز رو متفاوت میکنه با سالیان گذشته وجود دو عنصره. عنصر اول تکنولوژی است که انسان‌ها ساختند، نه هیچ نظام حکومتی و نه هیچ سلطه‌ای، بلکه انسان‌هایی که در این جوامع زندگی می کنند این تکنولوژی ها را ساختند و در اختیار گرفتند. دورانی که انحصارات از دست حکومت ها در آمد و امروز هر انسانی می تواند دریچه‌ای به جهان دیگری خیلی وسیع‌تر از خانه و محله و شهر و سرزمین خود داشته باشد. ببینید، بدن انسان به طور طبیعی دارای سیستم ایمنی است که در مواجهه با تهدیداتی که این ارگانیسم رو تهدید میکنه وارد عمل میشه بر علیه میکروب ها، ویروس ها و در نتیجه پادزهری میسازه تا بتواند این ارگانیسم ادامه بده. اما در کنار این ما انسان ها دارای سیستم امنیت روانی هم هستیم، سیستمی که ماها رو وادار میکنه در طول این تاریخی که اینها گزارش میدهند در مقابل کسانی که قصد نابودی زندگی و انسانیت رو دارند بایستیم. اگر ما این تاریخ جعلی حمله مغول رو بپذیریم، اتیلا رو بپذیریم، وقت میبینیم در یک جایی اراده‌ای درست میشه و سعی میکنه در مقابل تهدیدی که انسانها رو میخواد نابود بکنه بیسته. به همین خاطر هگل میگه که این جنگ است که میتواند آگاهی اجتماعی مردم را ارتقا بدهد و همچنین روح همبستگی معنوی ملت‌ها را استوارتر بکند در مقابل خودپرستی و خودخواهی افراد. و همین خاطر جنگ جوامع رو نگه می‌داره، انسانیت رو نگه می‌داره. من از اینها میخوام نسخه بگیرم و وارد بحثی بشم که ادعا کردم در این ساعتهای پایانی سال 1398 و در این دورانی که ما 100 سال گذشتش رو سالهای کرونا نامیدیم. این مفهوم میماند. ببینید، در تمام دورانهایی که
وقتی کسانی قصد کردند مجموعه انسانی را نابود بکنند، به صد برخوردند، شکست خوردند، متوقف شدند، مجبور شدند تغییر رفتار بدهند. دلیلش مقاومت و مقاومت امنیت روانی انسانهای دیگری بود. ببینید، هیچ کسی در مقابل تهدید هیتلر در این بریتانیا و بمباران هایی که از این بریتانیا می کرد تصمیم نگرفت که خودش رو ایزوله بکنه در زیرزمین های امن، بلکه بچه های مدارس به همراه معلماشون تو خیابون ها برای جمع کردن میوه کستنی که در صنعت مهمات سازی ازش استفاده می شد شروع کردند و جامعه توانست در مقابل تهدیدی که فکر میکرد نابودش میکنه بیسته و این اتفاق در کشورهای دیگه هم افتاد. یا مثلا در مقابل استالین ناگهان پاستانرکی به پا خواست و سونات های شکسپیر گفت. اینها خروجی های امنیت روانی مردمانی هستند که در وادی نابودی و در تهدید مرگ قرار میگیرند. به همین خاطر جوامع قهرمانانش رو بایستی بیاد می آورد. جوامع قهرمان میخواست، مثل پادزهری که در بدن میماند. شما وقتی دچار سرماخوردگی میشی، بدن شما و سیستم ایمنی فیزیکی بدن شما پادزهری میسازه و این در بدن شما میماند و این نسخه واکسن بود. حضور قهرمانان، حضور روحیه پهلوانی، مبارز بودن و جنگجو بودن و ساختن سمبول‌هایی از اینها و داستان‌هایی از اینها ساختن در راستای داشتن پادزهر تهدیداتی بود که به صورت روانی در پی نابودی مردمانی بود. عصر ما، عصر آغازین قرن 21 تحت سرکوب نظام سلطه جودو کریستیانیتی جهانی دنیایی را آفرید بی قهرمان، دنیایی را آفرید بی پرنسیپ، دنیایی را آفرید بی همبستگی، دنیایی را آفرید که در او جوامعی وجود داشتند که سیستم های کورپوریشنی تحت نام دولت ملت کنترل مردم را می کردند و مردم از حالت انسانی خارج شده بودند و اونها فکر می کردند با قانون و با قوه قهریه می توانند این مردم را در انضباط پادگانی خود گیر بدن، قرار بدن و شروع کردن به ساختن ذهنیت اینها با دستگاه های آموزش پرورششون، با دستگاه های دینیشون. اینا برخلاف نظم طبیعی طبیعت ایستادند، چون تهدیداتی که اینها می ساختند تهدیداتی قابل کنترل بود، زمانمند بود. تو مردمانی را اگه میخوای از نیروی پلیست، ارتشت به ترسونی، در چند ساعت کشتاری از این مردم میکنی. تو دادگستری هایی درست میکنی با زندان هایی و افراد رو تک تک شکار میکنی و عبرت دیگران میکنی. این ترس و این فوبیا و این خوف به صورت کنترل شده توسط دولت ها تزریق میشد به جوامع. تمامی مقاومت های روانی انسان ها رو در هم میکوبید. لذا ترس مستولی میشد و مجالی برای تغییر رفتار جوامع پیدا نمیشد. زمانمند بود. یا اتفاقات طبیعی که به صورت مقطعی جایی رو مورد هدف قرار میداد و دولت ها
سعی میکردن با نمایش و تئاترهایی که انجام میدهند ضروری بودن حضور خود را موجهتر و ضروری تر جلوه بدهند. به همین خاطر آنچه که بر دنیای امروز مستولی شده است و آنچه که شما امروز شاهدید شاید قابل تفسیر نباشد. شاید شما از خودتون سوال کنید چرا در این دوران شما میبینید که حکومت‌ها میخواهند از ارتش استفاده بکنند، از نیروی نظامی استفاده بکنند، سعی بکنند مردم رو قرنطینه کنند. از چی میترسند؟ نیروی نظامی رو برای چی میخوان؟ چرا نیروهای نظامی رو؟ مگه نیروهای نظامی پزشکن، بیمارستانن، درمانی دارند؟ حضور اینها چیست در خیابانها؟ ما میخوایم اینها پاسخ بدیم و بگیم چرا فکر میکنیم که روزهای آغازین سال جدید، آغاز پایان سلطه کثیف نظم کورپوریشنی جودو کریستیانیتی است. پایانی است بر توطئه هدفمند در راستای نابودی زندگی و انسان. ببینید این نظم‌های مصنوع ساخته شده بر پایه طمع و سلطه در محور انضباط و انحصار چشم امید به این دوخته بودن که به صورت کنترل شده مردم رو هدایت درون قفس تنهایی هاشون بکنن و ترس هاشون بکنن و ثمرش امروز اینه که ما دنیایی رو میبینیم و جهانی رو از غرب میبینیم با مردمانی تنها، ایزوله، بی پرنسیپ و بی اخلاق. شما این روزهای کرونای اروپا و آمریکا رو بیاد داشته باشید. شما بیاد داشته باشید حکومت‌های اینها از چه می‌ترسند؟ از مردمانی که هیچ بنیاد اخلاقی ندارند، توسط قانون و نیروی پلیس کنترل شده بودند، احتیاجی به همیاری و دوست داشتن همدیگر و روابط انسانی نداشتند. من شما رو عودت میدم به حافظه هاتون که از این شبکه‌های اجتماعی گرفتید. جوانی در گوشه خیابانی در واشنگتن، در لندن میسته، پلاکردی به خودش آویزون میکنه و میگه بیایید در بغلتون بگیرم، در آغوشتان بکشم که تنها نباشید. یا اینکه کسی بر دیرک‌های چراغ‌های خیابان‌های نیویورک می نویسد که من بسیار تنها هستم، کسی مرا دوست ندارد. یا اینکه شما میشنوید در شرکت‌های ژاپنی کسانی رو استخدام میکنن که زنان رو در بغل بگیرند. یا اینکه شما همین اواخر میشنوید در ایتالیا خانم‌هایی شماره تلفن‌هاشون رو در سرای سالمندان در بین آپارتمان‌های انسان‌های تنها و بیکس و بدون پیوندهای اجتماعی به جا میگذارن تا در این روزهای به اصطلاح قرنطینه با بیماری‌های روحی روانی دست به خودکشی نزنند، خودشونو نکشند، نابودتر نشند و لذا احتیاج به روابط انسانی و عاطفی دارند. انسان‌هایی که تحت تأثیر آموزش و پرورش و نظم کورپوریشنی که بی اینها حاکم کرده بودند خودخواه شدند، خودپرست شدند. انسان‌هایی که هیچ کسی نداشتن، نه پدری، نه مادری، نه روابط تعریف شده‌ای، نه دوستی، نه قوم و خویشی، نه ایلی، نه تباری، هیچ. پیوندهایی بر اساس سود و منفعت. ببینید در این سرزمین ما شما جامعه شناس نیستید اگر فقط آگوست کونت رو مطرح میکنی. تو جامعه شناس نیستی اگر دورکیم رو مطرح میکنی. نه، شما ندیدید کسی در این سرزمین
بیاد ریز از پیوندهای اجتماعی، از ساختارهای تمدنی ما صحبت بکنه. به همین خاطر ما جامعه شناسی کردی نداریم. ولی چرا در این سرزمین یه عده رو از این دانشگاه ها مثل طفال اخ کردن و گفتن اینا جامعه شناسن؟ مراجعه شما به کتاب عزلت یا تنهایی در مرگ آقای نوربرت الیاس، جامعه شناس یهودی که سالها در این بریتانیا طرد شد، یک نگاه دیگری از جامعه شناسی رو به شما میده که ایشون با استفاده کردن از رفتارها و تاریخ زندگی که مردم بیاد می آوردند در بحث میکنه که چگونه این نظام سلطه مرگ رو از زندگی انسانهای جوامع غربی غیب کرد، پنهان کرد، سرکوب کرد و به عزلت کشاند مرگ رو تا انسانهاش مرگ رو نبینند. دیدید که مد در دنیای امروز همه شادی میخوان، هیچ کی اخبار بد نمیخواد گوش بده، همه میخوان موزیک بشنون، مشروب بخورن، اینترتینمنت داشته باشن. اینا رو تزریق کردن تو ذهن مردم. جامعه بی داشتن پادزهرهای امنیت روانی، جامعه بی قهرمان، جامعه بی خصلت پهلوانی، جوانمردی، جامعه بدون داشتن روابط اجتماعی و انسانی طبیعی تا او بتواند بهره کشی بکند و بر سر او مسلط باشد، تسلط کامل داشته باشه و این انسان مجال هیچ مقاومتی نداشته باشه. حالا برمیگردم به پاسخ این سوال: ارتش در خیابانهای اروپا میخواهد چه کار بکند؟ شما انسانی ساختی که این اخلاقمند نیست، روابط اجتماعی ندارد، هر آنچه را که می کند مشروع است مادامی که غیر قانونی نباشد، اما در زمانی که این انسان دیگه اون امنیت ساختگی پلیسی که این حکومت بهش داده بود رو احساس نکنه، چه کار میکنه؟ تمامی مرزهای اخلاقی رو در هم مینورده، به جان هم میافتن، همدیگه رو تیکه پاره میکنن. ارتش برای این تو خیابانه، از ثمره کاری که کرده آگاه حکومت میداند جامعه‌ای به نام جامعه آلمان وجود ندارد، جامعه‌ای به نام جامعه ایتالیا وجود ندارد، بریتانیا وجود ندارد. توده‌های متراکم جمعیتی انسان‌های خودخواه خودپرست له شده توسط نظام کورپوریشنی، بدون هیچ اخلاق و تعامل اجتماعی با هم، بدون داشتن هیچ پیوند عاطفی نسبت به هم، همونطوری که در روابط اقتصادی پا روی هم میذاشتن همدیگر رو پاره کنن بر اساس سود و منفعت، همونطور که هابز براشون تعریف کرده بود، حالا هم وقتی پای مرگ و زندگی است پا رو هم میذارن. به همین خاطر شما سیل مراجعه کردن به فروشگاه های اسلحه رو در آمریکا میبینی. چه چیزی این حکامان را ترسانده است؟ طبیعت، ویروسی که اونها میخواهند سلاح طبیعی جلوه بدن و کنترلش در دست اونها نیست. چرا؟ چون دنیای امروز با عصر ارتباطاتش ترس رو بر تک تک آحاد انسانهای این کره خاکی مستولی کرد، با نمایشی که در ووهان چین دادن.
پس این دوره با دوره 1918 و آنفلانزا اسپانیایی تفاوت داره، تفاوت فاحشی داره. ببینید ما در این سرزمین کردوار خودمون با ثروت‌های عظیمی به دنیا آمدیم. ما با پیوندهای عاطفی عمیق از روابط خونی، سببی و نسبی به دنیا آمدیم. عمو، خاله، عمه، پسر عمو، دختر عمو، دختر عمه، دختر دایی، فامیل، قوم و خویش، هم قبیله‌ای، هم طایفه‌ای، پیوندهای گسترده اجتماعی و عاطفی با هم دیگر. ما برای هیچ کدوم از این روابطمون زحمتی نکشیدیم. پس نمیفهمیم کسی رو که در ایتالیا فکر میکنه خودش هم تنهاست، یه آدم تنهاتری هم هست، احتیاج به آغوش هم و کلام هم دارند که بتوانند مقاومت روانی خودشون رو بالا ببرن تا در این سالهای کرونا بمانند، بقا داشته باشن. شاید این افه یه جورایی در سرزمین ما هم میخوان کپی بشه، از فردا خانم‌های را بیفتن شماره تلفن پخش کنن تو خیابون. نه، داستان نیست. ما این پیوندها رو داریم. آنچه که شما در ایتالیا میبینی اضمحلال کامل نظم اجتماعی و انسانی جامعه‌ای، پادگانی، اردوگاهی است که وقتی مرگ سایه میگسترد بر آسمان سرزمین، تازه میفهمند هیچ مقاومت روانی و عاطفی ندارند. تازه میفهمند چه چیزها که ندارند. همه تکیه اونها به نیروی پلیس در خیابانشان بود که با دوربین‌های مدار بسته و مؤسسات مختلف رفتارهای اینها رو کنترل میکرد، سر و سامان میداد. نابرابری رو که ایجاد کرده بود و تهدید میکرد اتحادی که امنیت روانی درست کند رو سرکوب کرده بود. فساد اخلاقی و نبود اخلاق رو سرکوب کرده بود و میگفت من نمیذارم هیچ چیزی این انسانها را تهدید بکند. تو به هیچ چیز دیگری احتیاج نداری، نه به شوهر، نه به برادر، نه به خواهر، نه به قوم خویش. نه، تو خودت باش، برای خودت باش، گول سر همه بمال، پول در بیار، ببر خرجش کن، کالا بخر. مطیع باش، از قانون اطاعت کن، مالیات بده. ما برای تو امنیت میاریم، ما از جیب مالیات خودت به تو خدمات میدیم، ما برای تو در پیری پدر و مادر میشیم، فرزندان میشیم، تو رو به سرای سالمندان میبریم، بهت غذا میدیم، ازت نگهداری میکنیم. ثمره این شد رنجهای بی پایان انسان غربی نابود شده و به بردگی کشیده شده که خروجیش یک گوشه از اون پردش مرگ در تنهایی نوربرت الیاسه. که حالا وقتی سایه این مرگ گسترده میشه، تو میبینی آدمهای تنهای ایتالیایی به پنجره‌های بالکن‌ها میان، کسانی که هیچ وقت با هم ارتباط نداشتن، روابط همسایگی نداشتن، اسم همدیگر رو نمیشناسن، خونه‌های همدیگه نرفتن، با هم کار نکردن، با هم سعی نکردن تهدیداتی که اتحادشون، وجودشون، انسانیتشون و امنیت روحی روانیشون رو در هم میکوبه نابود کنن. حالا در بهترین حالت در بالکن‌ها برای هم موزیک مینوازند و با هم اجرای کار میکنن تا تبدیل بشه به یک نوع افه جدید این جامعه. ولی این ترس از بیکسیه، ترس از تنهایی و نداشتن مقاومت‌های روانیه. انسان‌هایی که میبینند حکومت‌های پردبدب و قبقب و با اهن و طلپاشون از کار افتادن
حالا نمایش و قدرت در خیابان میدن. تانک ها برقرار است، اسلحه ها هست. ما از جان و مال و ناموس شما دفاع میکنیم. ما از خانه های شما و مغازه های شما دفاع میکنیم. تو جامعه ای ساختی که این مردم اخلاق ندارن. تو جامعه ای ساختی که این مردم پیوندهای عمیق اجتماعی ندارن. تو جامعه ای ساختی که درش رذالت ها شیوع پیدا کرد. تو جامعه ای ساختی که هیچ پادزهر روانی برای ایستادگی در مقابل تهدید نابودی وجود نداره. تو از این مردم کشتی به نام قانون. تو از این مردم کشتی به نام خیر عمومی و سعادت عمومی. تو از این مردم کشتی به نام نظم اجتماعی و پادگانی. تو از این مردم سرکوب کردی، له کردی تحت نام آزادی های جنسی، ایندیویدوالیسم، آزادی، مدرنیته. پیوندهاشون رو در هم شکستی و گفتی حکومت پدر مردمه و رفتی سمبل پدرهای نداشته این مردم رو کردی حکومت. اما ما در این سرزمین کردوار خودمون با یک سری پیوندهای عمیق عاطفی اجتماعی، با یک سری الگوها، با یک سری پادزهرهای روانی در مقابل نابودی خودمان به دنیا آمدیم. در 100 سال تاریکی کورپوریشن ایرانی با برنامه‌های مختلف ما را در هم کوبیدن تا بتوانند کلان شهر بسازند، کلان شهری که درش انسانها گمنامند بدون پیوندهای اجتماعی. به طرف برای ایجاد یک رابطه سالها زحمت بکشه و از پسش بر نیاد، تنها و عزلت زده بماند. شما تمام تلاشتون رو کردید با ارائه دادن از بهشت غربی ها تحت نام زرق و برق کالاهاشون، پیشرفت های علمی. شما تکنولوژی بشر ساخته ما انسانهای معمولی را به کاسه نظام های سلطه جهان ریختید و اونها رو باشون موجه کردید. شما تمام پادزهرهایی که در طول تاریخ ما به نام تمدن به شکل مناسک و رفتارهای اجتماعی در آورده بودیم رو مسحک و دموده خواندید تا نظم خودتون رو برقرار بکنید. هیچ کسی نمیاد در این جامعه شناسی ما از دستوام صحبت کند، دستوام صحبت کند. رابطه اجتماعی که انسانها با غم و شادی و قرض دادن پول و ایجاد امکانات برای زندگی و از بین بردن فقر و نابرابری در این جامعه در درازنای تاریخ ساخته بودن. من ندیدم کسی بیاد از جامعه شناسی کردی صحبت بکنه و بگه ما چطور توانستیم در گذرگاه‌های این تاریخ تمدنی عظیم از انسان کردی رها بسازیم که در شدن در وضعی کردی میرفت تا به کردیت برسد و کردی زندگی کند. شما آمدید با این نظمهای مصنوعتان تمام این پیوندها را در هم بکوبید تا وجود خودتان ضروری تر باشد. انحصار پول، انحصار تجارت و مراودات، انحصار تولید. شما خصلت انسان‌ها را عوض کردی. سرمایه‌داری روابط است و خصلت‌های تغییر یافته. اما شما رفتید حزب ساختید، گفت سرمایه‌دار کسیه که 4 تا گاو داره. نه، سرمایه‌دار کسی است که کار رو برای ولعش میکنه، نه برای بقا. پول رو برای انباشتش و برای پول درست میکنه، نه برای زندگی کردن. به این میگن سرمایه‌داری. وگرنه ما قدیم هم آدمای پولدار داشتیم. چرا به اونا نمیگن سرمایه‌دار؟
تو با این کاری که کردی آغاز از هم گستردن پیوندهای اجتماعی رو شروع کردی. نابرابری تهدید بود برای مجموعه بشری انسانها، چون انسانهایی عدول میکردن از پادزهرهای جامعه و قدم در راه نابودی جامعه برمی داشتن. تا آمدی گفتی من با حکومت و پلیس این نابرابری رو سرکوب میکنم. تو دروغگویی، دزدی، رشوه، فساد رو تحت نام رقابت، تحت نام پیشرفت و تولید و ثروت در بین مردم شیوع دادی و گفتی که اینطوری اینها سعادتمند میشن و من در سایه امنیتی که بر اینها برقرار میکنم همیشه در اوج و در فراز خواهم بود. ما مقصر بودیم در اینکه ثروتی که بهمون رسید رو قدرشو ندونستیم. چند نفر از شما برای پیوندهای اجتماعی که دارید و عاطفی که دارید زحمت کشیدید؟ پسرعمویی که بهتون به ارث رسیده، دخترعمویی که بهتون به ارث رسیده، چقدر سعی کردید قوام داشته باشه این روابط؟ چقدر سعی کردید با هم باشید؟ چقدر سعی کردید حفظ کنید؟ چقدر سعی کردید از بلاهایی که این کورپوریشن به جانتان انداخت فاصله بگیرید؟ تحت نام حسادت و فردیت و ایندیویدوالیسم و تحت نام شرایط سخت و رقابت و حسد اصلا فاصله گرفتید. حالا این جهان کرونا نظم مصنوع سیستم جودو کریستیانیتی رو به شدت داره تهدید میکنه. اروپایی‌ها ترسیدن. چرا؟ چون پیش بینی میکنن واکنش مردمانی که هیچ پیوند عاطفی ندارن، تنهان، سگ و گربه ها شدن همدمشون، کسی رو ندارن بغلشون کنه، تخریب بکنه، جوکر بسازه، جوکرهای بی پایان. سیستم کورپوریشنی منطقه ما از یه چیز دیگه میترسه، از رجعت مردم به گذشته نه چندان دور، ریست شدن دوباره مردم، گذار مردم از فوبیای ترسی که دیگه در کنترل سیستم کورپوریشنی نیست. این دیگه سرکوب داخل خیابان نیست که با 4 ساعت بشه جمعش کرد و خون بر کف خیابان ها به جا گذاشت و درس عبرت کرد. این سایه کروناست که علی خامنه‌ای رو هم تهدید میکنه، پهلوی رو هم تهدید میکنه، اون فقیر کنار خیابانی که ما فراموشش کردیم. ما پیوندهای اجتماعیمون رو فراموش کردیم، معتاد شدیم، تنها شدیم، بیوه شدیم، عزب ماندیم. حالا اینا میترسن که این پادزهرهایی که تحت نام حفظ جان شما در خانه ها بمانید عوض بشه. آدمایی که الان فرصت کردن تو خونه ها بمونن احساس میکنن چقدر دلشون تنگه، احساس میکنن چقدر تنهان، احساس میکنن لحظات مرگباریه، احساس میکنن کسی رو دوست دارن که داشته باشند و در کنار این مجموعه انسانی احساس امنیت بکنند. این یواش یواش اون آدم ها رو از خونه ها میاره بیرون. مثل اون بچه هایی که جنگ جهانی دوم نمیرفتن پناهگاه از ترس بمب های هیتلر، میرفتن کاستنی جمع میکردن تا مهمات بسازن، مقاومت کنن. این کرونا بازی و ماسک بازیتون تموم میشه، میان بیرون میدونن
کرونا اونها رو بیدار کرد که چقدر به همدیگه نیاز دارن، که چقدر میتونه یک تهدید سراسری مرگ همه رو رقم بزنه. اگر کرونا نکشه الکل میکشه، اگر الکل نکشه تنهایی و خودکشی میکشه، تنهایی خودکشی نکشه مواد مخدر میکشه. در پس آفت هایی که شما به این مردمان زدید، مردمان اخلاقمند ما بی اخلاق شدن، پولی شدن، طمعشون و طمعهاشون فربه شد. شما بت‌هاتو آوردی، بانک‌هاتو آوردی، هتل‌هاتو آوردی، سمبول‌هاتو آوردی اینجا گذاشتی. سمبول‌های این مردم‌ها مقاومت‌های روحی روانیشون بود که در مقابل هر تهدیدی می‌ایستادن. زندگی رو با هم تقسیم می‌کردن، ظرف‌های غذاهاشون رو با هم تقسیم می‌کردن، روابط فامیلی و دوستی و همسایگی و همشهری و هم روستایی و هم عشیره‌ای داشتن. تو به عنوان دولت موفق می شدی به صورت مقطعی جایی را سرکوب کنی، به همین خاطر تونستی تا حالا ادامه بدی. حالا یک مجموعه کامل مورد تهدیدن. تو با اون چنگ و دندان احمقانت کف خیابان از همه آسیب پذیرتری. تو آمده بودی این مردم نتوانند بر مرگ چیره شوند. حالا این مردم آغوشه هم دیگر رو میخوان و در مقابل هر تهدیدی که بخواه اینها رو نابود بکنه نابودش میکنن. این مردم در مجموعه های فامیلی، قومی، محله‌ای، شهری یواش یواش از این خونه ها میان بیرون. اون روزهای آغازین فروردین به جنگ کرونا اینها رو آزاد کرد. در زمان استالین دادگاه های استالین و سیبری شده بود تهدید جان هر انسانی و اونها بیشتر در این اضطراب بودن. کی، کدام لحظه، در کجا، در خیابان، در سر کار، در خونه، در تخت خواب، کی میان اینو جلبش کنن ببرند. این عذاب بدتر بود از جلب کردنش. وقتی میمدن جلبش میکردن طرف تازه خیالش راحت میشد. داستان کرونا دقیقا اینه. تو مردمانی رو با اعدام‌های در ملأ عام ترساندی. تو مردمانی رو با در کنترل گرفتن ثروت جامعهشون و چاپ پول کاغذی تومن به بردگی کشیدی. رزق و روزی مردم رو تو دستت گرفتی. تو سعی کردی پیوندهای اجتماعیشون رو نابود بکنی تا نتونن در مقابلت مقاومت کنن، تا نتونن ازشون قهرمان زاده بشه. رفتی گفتی کلات محکم بگیر باد نبره، برو پیشرفت کن، موفق بشو، پارو دیگران بذار. تو اینا رو گفتی و اینا رو این مردم آموزش دادی تحت نام دنیای زیبای غرب. حالا نمیدونی چه کار کنی، چطور واکنش نشون بدی به این. نمیدونی چی کار بایستی بکنی. سعی میکنی مردم رو به خونه ها بفرستی توسط فعالین جامعه مدنیت. میگی این جاهایی که ما بهش میگیم کردستان آدمای انقلابی توش زندگی میکنن. اینا امکان داره طی هفته‌های آینده خصلتاشون عوض بشه، اسلحه بخوان که کار ما رو یکسره کنن. مرزها رو دادی پیکاکا برات بسته. به قول خودتون مرزهای غیر رسمی. PKK بازوی دست راست سپاه پاسدارانت مرزها رو کنترل کرده. امروز خبری منتشر میکنی میگی در جوانرود اسلحه های کاروان و محموله اسلحه توسط سربازان گمنام امام زمان کشف شد. تو PKK رو گذاشتی اونجا. از ما بقیه کردوار اسلحه به تمامی سرزمین این کردوار نرسه، به دست مردم نرسه. مردم خلقیت باشن، چون میدونی مثل اون سونات شکسپیر
مثل در جستجوی زمان از دست رفته. الان مردمی که تو خونه ها نشستن، فقیریشون، دستنگیشون، تنهاییشون، فشارهای عظیم روحی روانیشون، توهین به عزت و انسانیتشون، تجاوزاتی که تو لحظه به لحظه بینا کردی، اینا رو مرور میکنه با سایه مرگ کرونا. طرف از کرونا عبور میکنه. از کرونا که عبور کرد خیلی با تو فاصله داره، اما تو میمانی و کرونا و مردم. به همین خاطر امکان تسلیح این مردم رو سعی میکنی در مرزهای مصنوع کورپوریشنتون با ابزارهاتون بگیرید. خیلی این کار رو بکنید. نمیتونید. شما با فعالین جامعه مدنیتون گفتید به مردم بترسید، از هم فاصله بگیرید، این مرگ همتون رو میکشه. مثل اون موقعی که تو خیابون مردم رو سرکوب میکردی، میزدی با باتون. مثل اون موقعی که ماشین آتش فشانی تو میاری آب پرتاب کنه تا مردم پراکنده بشن. برای کرونا جامعه مدنی آوردی، سلبریتی آوردی، دکتر آوردی، حزب سیاسی آوردی، پراکندشون کنن. وقتی مردم کف خیابان در مقابل آفت تو، در مقابل طاعون تو به نام نظام سلطه میستاد، تو پراکندشون میکردی با ماشین های ضد شورشت. حالا با دکتر و پرستار و جنازه کرونایی و آهکی که بر جنازه میریزی و خیرخواهانی تحت نام جان مردم ما نداشتن پیوندهای عاطفی نابودشون کرد. کسانی میمیرن توسط کرونا که امنیت روانی ندارن، امنیت روحی ندارند. سیستم امنیت روحی روانیشون کار نمیکنه. تو به اینا حرص عمر دراز دادی که چاپلوسی بکنه، بشین 100 سال زندگی کنه، که غذاهای این شکلی بخوره، غذاهای اون شکلی نخوره، که فلان کرم رو مصرف کنه، فلان جراحی پلاستیک رو بکنه، نمیره، جوان باشه، رقابت بکنه. برید کرونا، همه رو برید. این مردمان الان به خودشون برمیگردن، به برادری که سالها باش صحبت نکردن، به خواهری که باش حرف نزدن، به پسرمو و دخترموهایی که اصلا نمیشناسن، میگردن دنبال شماره‌هاشون. پیوندهای اجتماعی برقرار میشه، دوست دارم ها زیاد میشه. حالا مجموعه در مقابل آفت میسته، در مقابل تهدید نابودی میسته. تک به تک شما عوامل نظام سلطه توسط این مردم نابود میشه. آنچه اتحاد مردم را آورد سایه مرگی بود که تحت نام کرونا بر این جامعه و این سرزمین و این کره خاکی گسترده شد. مردم از ترسهای خود و از ترسهای مصنوعی که تو طی سالهای گذشته ساختی گذر میکنند. تو اینو خوب میدونی، ما بقیه حکام دنیا اینو خوب میدونن. باچهاشون دیدی دارن میدن، $1000 بهت میدیم تو خونه بشین، نیا بیرون، نبین. ما خداییم، ما قدرت داشتیم، ما همه چیز رو سرکوب میکنیم. حالا دلشون نمیخواد مردم تو خیابونا جنازه های آدم ها رو ببینن، تقیان بکنن، اونا را تو کاخاشون در بیارن، تکه تکه کنن. نمیخوان، میخوان مردم پراکنده کنن، مثل ماشینای آتش نشانیشون، مثل اسپری های فلفلشون، مثل باتوم هاشون. با چی؟ با کسانی به نام خیرخواهان مردم، فعالین جامعه مدنی. اون فرمول قرنطینه‌تون جواب نداد. برید عزیزانتون رو دوست داشته باشید، عزیزانتون رو دوست داشته باشید. کسانی که حالا از همدیگه فاصله گرفتن، در این ساعت همدیگه رو نمیبینن، تازه به فکر هم افتادن که چقدر زیباست همدیگه رو دیدن، چقدر مقابله کردن با کرونا و با دولت ایرانی آسان تره وقتی در کنار همین، چقدر دشمن از ما میترسه وقتی ما مجموعه بزرگتری هستیم و اون نمیتونه یکی از ماها رو بگیره و ببره. نمیتونه. اون مرحله میرسیم. به اون مرحله میرسیم. داستان کرونا سرکوب تو خیابان نیست. علی خامنه‌ای
دار و دسته حکومت ایرانی، تمام کلونی های دولت ایرانی که تو بتونی داستانش رو تو 1 روز و تو 2 روز و تو 2 ساعت جمع بکنی، نیروهای ضد شورش تو بفرستی تو خیابون. بفرست نیروهای ضد شورش تو خیابون که این مردم به راحتی رجعت میکنن به حافظه تاریخشون، به کهن الگوهاشون، به سیستم امنیت روانی که در درازنای تاریخ اینها رو حفظ کرد. این حکم طبیعته. تو مصنوعی، تو ساخته شده ای، در مقابل فرمول طبیعیش هیچ کاری نمیتونی بکنی. اگر این کرونا اسلحه بیولوژیک باشه، موجود زنده است و در کنترل تو نیست. دیگه از دستت خارج میشه. دیگه وقتی خیلی بی تربیت میشی از دستت خارج میشه، پوزتو به خاک میماله. پوزتو به خاک مالون. تو از مرگ و میر انسانان نمیترسی، وگرنه گرسنگی رو در جهان شیوع نمیدادی. تو از مرگ و میر انسانان نمیترسی، وگرنه جنایت رو درست نمیکردی در جوامع. تو از مرگ و میر انسانان نمیترسی، وگرنه تو فاصله طبقاتی بیش از حد رو نمیساختی. نه، تو از قدرت خودت میترسی. تو از نقش کاتالیزوری کرونا میترسی که مردم گذار میکنن از تو، از ضرورت تو، از قدرت تو، از نظم تو. که مردمان این سرزمین ما هر وقتی توسط بحرانی تهدید شدند، نظم طبیعیشون نجاتشون داد. زلزله سرپل یادته؟ تو نبودی، مردم بودن. نظم طبیعی که خودشون ساختن. خلای دولت پهلوی منجر به غارت خونه‌ای هم دیگه نشد. هیچ کسی نیومد این بخش رو بگه. هیچ کسی نگفت. مردم همدیگر رو غارت نمی کنن. مردمانی که کرونا در این قرنطینه‌ای که با جامعه مدنی تو حزب‌ها کردی به نام اپوزیسیون فکر کردن. مدل تو برخلاف طبیعتشون بود. این خصلت اینها نبود عزیزانشون رو بدن، تو ببری چال کنی آهک روش بریزی. نه، اینا به همدیگه کلیه و قلب میدادن. اینا به قربان هم میشدن، پیشمرگ هم میشدن، دور هم میگشتن. اینا زندگی رو فدای هم میکردن و این بر میگردن. این اون چیزایی بود که شما ازش میترسیدی. شما اینها رو نابود کردی، ولی بر میگرده. کرونا این کار رو میکنه. سال 1399 پایان نظم کورپوریشنی جودو کریستیانیتی ایرانیه و مردمان این سرزمین رها خواهند شد. به همین خاطر شما محکوم به نابودی هستی. کاری که مردم میکنن زندگی، فقط زندگی که مردم میکنن شما رو نابود میکنه. اونا به صورت طبیعی در مقابل تهدید به خط میشن. به صورت طبیعی در مقابل تهدید قهرمان درست میکنن. به صورت طبیعی در مقابل تهدید از تهدید گذر میکنند. به صورت طبیعی در مقابل تهدید از انفعال خارج میشند. ترس، این سلاحی که تو در دستت بود، شمشیر دولبت بود. این بار تو میلرزی زیر شمشیر مردم. مردم برای مرگ 10% هم قطع نمی کنن تمام امنیتی که در کنار هم دارن. شاهد حضور مردم در خیابانها خواهی بود. شاهد دوست داشتنهای مردم خواهی بود. شاهد تکه تکه شدن کارمندهای مؤسسات توسط مردم خواهی بود. شاهد این خواهی بود. اربابانت دارن ارتش تانکاشون رو میارن تو خیابونای اروپا. میمیرید، بیرون نهید، بهتون پول میدیم، ریت وام هاتون رو پایین میکشیم،
3-4 ماه تو خونه بمونید. اینم داستان داره. اینم داستان.